سلام، من لیدا دهقانی هستم و میخوام در مورد یکی از مشکلات کاربران سیستم‌های مداربسته یعنی داشتن دید در شب با کیفیت و واضح صحبت کنم. همونطور که میدونید تا این اواخر برای داشتن دید در شب در دوربین‌های مداربسته از تکنولوژی IR استفاده میشد که در تاریکی مطلق به ما تصویر میداد، اما تصویری که به ما میداد به صورت سیاه و سفید بود و روشنایی یک نواختی رو ایجاد نمیکرد. مشکل بزرگ دیگه‌ای که داشت این بود که ممکن بود روی اجسام یا حتی چهره افراد انعکاس شدید ایجاد کنه و تصویر واضحی از اون سوژه مورد نظر به ما نده. این قابلیت با تکنولوژی XIR و اسمارت IR تا حدود زیادی بهبود پیدا کرد و وضوح و روشنایی یک نواخت تصویر در شب تا حدودی بهتر شد، ولی ما